مرگ مایکل جکسون یه قتل. قالب چکافی جکسون پرچم قرمز و چراغ قرمز رو به بازرسان نشون میده که از دکتر موری میخواد که بهش پروپوفول بزنه که یه داروی خواب‌آور و داروی خیلی مسکن قویه. تئوریای توته و تصور اینی که مایکل جکسون زنده است رو بذاریم کنار و این داستان رو گوش بدید که مایکل جکسون واقعا چطوری مرد. یه جورایی میتونم بگم این اولین پرونده جناییه که دارم توی کانال راجبش صحبت میکنم، چون من کلا دوست ندارم پرونده جنایی تعریف کنم، ولی خب این چون خیلی تلاقی داره با تئوریای توته گفتم که راجبش باهاتون صحبت کنم چون مطمئنم براتون جالب. تو 25 ژوئن سال 2009 جسد معروف‌ترین موسیقیدان تاریخ توی خونش تو لس آنجلس پیدا میشه. مرگ مایکل جکسون تو سن 50 سالگی شوک بزرگی برای طرفدارانش توی سراسر دنیا بوده و این خواننده در حال آماده سازی مجموعه‌ای از کنسرت‌های برگشت خودش بوده که آلبوم This Is It بوده و ماه بعد از اونم قرار بوده بره به تور خودش توی لندن که یکی از بزرگترین توراش بوده. خبر مرگ مایکل جکسون انقدر توی دنیا سر صدا کرد که بعضی از شبکه‌های خبری و بعضی از چهره‌های سرشناس اومدن اعتراض کردن که بابا این مردن مایکل جکسون داره حواس بقیه رو از اتفاقای دیگه پرت میکنه. تو 25 ژوئن پزشک شخصی مایکل جکسون یعنی کنراد موری 2 دقیقه بعد از اینکه داروهایی که برای بیخوابی مایکل جکسون بوده رو بهش میزنه اون رو در واقع بیهوش میکنه. بعد از اون 2 دقیقه مایکل جکسون دیگه نفس نمیکشه و نبضش خیلی خیلی ضعیف شده بوده. حدود ساعت 10:42 دکتر موری عمل CPR رو روی مایکل جکسون شروع میکنه، یعنی همون احیا کردنش رو، و در همین حین نیروهای امنیتی هم با پلیس و کلا اورژانس و اینا تماس میگیرن. اون حدوداً 10 دقیقه تلاش میکنه که مایکل جکسون رو احیا بکنه و خود مایکل برای 42 دقیقه بعد از اینکه نیروهای درمانی میرسن دوباره داشته احیا میشده. همه این اتفاقا هم توی خونش میافتاده. بعد حدود ساعت 1:15 ظهر میره بیمارستان و اونجا هم دکترها 1 ساعت تلاش میکنن که احیاش بکنن. با همه این تلاشا جکسون تو ساعت 2:26 بعد از ظهر توی مرکز پزشکی رونالد ریگان UCLA مرده اعلام میشه. گزارش‌های ضد و نقیضی از سلامت مایکل جکسون قبل از مرگش اعلام شده. چندین بیوگرافی نویس اعلام کردن که اون ماهای آخر زندگیش وضعیت مناسبی نداشته. اون هم بیخوابی داشته، هم بیماری لوپوس داشته همونطوری که میدونیم و وزنش هم شدیداً پایین اومده بوده. و حتی خانواده‌اش هم نگرانش بودن و ازش می‌خواستن که بیشتر مراقب سلامتیش باشه. از تیم تهیه کننده‌هاش، تیم پزشکی که همیشه مراقبش بودن، از همشون می‌خواستن که بیشتر مراقب سلامتی مایکل باشن. یکی از بیوگرافی‌ها اشاره می‌کنه که مایکل جکسون یه مقداری اعتیاد به داروهای مسکن داشته و دکتر پوستش هم این موضوع رو تایید می‌کنه. اما بازم یه متخصص پزشکی دیگه میگه که اون رو چند روز قبل از مرگش دیده بوده و وضعیتش خوب بوده، هیچ مشکلی نداشته. اعضای گروه مایکل یه روز قبل از مرگش اون رو توی تمرین دیده بودن، میگفتن که سالم و پر انرژی بوده و تمریناشون بیشتر تا نصف شب طول میکشیده. بعد از اون جکسون یه مدت با هواداراش بیرون از خونه میگذرونده و اواخر شب بوده که شکایت میکنه از اینکه خوابش نمیبره و نیاز داره که یه دارویی بهش تزریق بشه که بتونه بخوابه. یعنی همون اوایل شب 25 ژوئن مایکل با دکتر موری تماس میگیره و میگه احتیاج به دارو داره. دکتر موری هم بهش یه کوکتل داروهایی میگه و میگه که اینا رو مصرف بکنه. اما تزریق اون داروها نتونست به خوابیدن مایکل جکسون کمکی بکنه و هنوز خوابش نمیبرد و اونقدر خوابش نمیبرد که از دکتر موری میخواد که بهش پروپوفول بزنه که یه داروی خواب‌آور و داروی خیلی مسکن قویه. دکتر موری براش نمیزنه تا ساعت 10:42 صبح که یعنی از دیشب خوابش نبرده بوده تا 10:42 صبح و اون موقع است که دکتر موری پروپوفول رو با یه مقداری لیدوکائین براش تجویز میکنه و تزریق میکنه. اما این موضوع تزریق این دارو به مایکل جکسونی که یه شب تا صبح نخوابیده بوده شک برانگیز میشه و خب خود مایکل هم آدم مهمی بوده و خیلی طبیعی بوده که
کلاً دادگاه، خانواده‌اش و همه دنبال دلیل مرگش باشن و ببینن چه دارویی بهش تزریق شده. به خاطر همین مایکل جکسون میره به کالبوچکافی. کالبوچکافی ای جکسون پرچم قرمز و چراغ قرمز رو به بازرسان نشون میده و مشخص میشه که اون داروهای ضد اضطراب زیادی توی بدنش بوده، یعنی میدوزولام، لوراسپام و همون داروی پروپوفول. بعد این ترکیب به همراه دوزای دیازپام و آتیوان واقعا کشنده بوده و دکتر موری همه اینا رو به مایکل تزریق کرده بوده که مایکل بتونه بخوابه. علاوه بر اون پرونده پزشکی مایکل جکسون مشکل خاصی نداشته. نهایتاً یه بیماری مزمن ریه داشته، قلبش مشکلی نداشته، بدنش در حالت اوکی بوده، حالا وزنش پایین اومده بوده در کل به خاطر بیماریهای زمینه‌ای که داره و حجم کاری که داشته، اما در کل بیماری خاصی نداشته که روی قلبش تاثیر بذاره. پارتمان پزشکی قانونی لس آنجلس تو 28 اوت حکم دادن که مرگ مایکل جکسون یه قتل بوده. اون در اثر مسمومیت ترکیبی با مواد مخدر کشته شده بود که مهمترین اونا پروپوفول و لوراسپام بوده. دیازپام، میدوزولام، افدرین و لیدوکائین اینا هم توی مردنش نقش داشتن. اما در نهایت گزارش کامل سمشناسی محرمانه نگه داشته شد و در دسترس عموم قرار نگرفته تا الان. دکتر موری تو 27 سپتامبر به دادگاه میره. اون فقط 24 روز بعد به جرم قتل غیرعمد مایکل جکسون زندانی شد. اون بدون قرار وثیقه توی بازداشت نگه داشته شده بود. عوامل خیلی زیادی بودن که دکتر موری رو مسئول مرگ مایکل جکسون میدادن. مثلا اینکه دکتر موری گفته بود که CPR رو همون موقع روی مایکل جکسون انجام داده، ولی دادگاه متوجه شده بود که CPRی که دکتر موری انجام داده CPR مناسب یه فرد بزرگسال نبوده. اون دستشو گذاشته بوده زیر بدن مایکل جکسون، زیر مثلا سر و کمر مایکل جکسون و یه دستی داشته CPR رو انجام میداده که این CPRیه که مخصوص بچه هاست، نه یه آدم بالغ. و یه چیز دیگه ای هم که برای دادگاه و برای پلیساس شک برانگیز بوده اینه که دکتر موری با 911 تماس نگرفته بوده و میگفته که تلفن در دسترسم نبوده، تلفن خونگی در دسترسم نبوده، در حالی که توی خونه مایکل جکسون تلفن بوده و میتونسته زنگ بزنه. و مشخص شد که توی اون ساعتی که اونجا بوده چندین تماس خصوصی هم داشته. همچنین اون بعد از 10 دقیقه CPR رو متوقف میکنه. CPRی که برای یه آدم معمولی ممکنه تا 40 دقیقه 1 ساعت انجام بدن، چه برسه به اینکه طرف مایکل جکسون بوده. وقتی که خود تیم پزشکی میان 40 دقیقه توی خونش و 1 ساعت هم توی بیمارستان شروع به CPRش میکنن. یه چیز شک برانگیز دیگه برای دادگاه این بوده که دکتر موری میگه که وقتی که مایکل رو از خونه بردن بیرون هنوز نبض داشته، اما کسایی که توی اورژانس بودن و توی اون هلیکوپتری که بردنش میگن که نبض نداشته و این دکتر موری عملاً داشته دروغ میگفته. دکتر موری تو نوامبر 2011 به قتل غیر عمد محکوم شد و کلاً توی یه جای خیلی خوب بوده، از بقیه زندانی‌ها دور بوده و بعد از چند سالم به عنوان زندانی نمونه شناخته میشه. کل محکومیتش 4 سال بوده که از این 4 سال بعد از 2 سال آزاد میشه چون خیلی رفتارش خوب بوده. شلوغی بیش از حد زندان یکی از عوامل آزادی زود هنگامش بوده. جو جکسون پدر مایکل جکسون 1 سال قبل از این اتفاقا میاد یه شکایتی میکنه، اما تو سال 2012 کلا اون شکایت رو رها میکنه، معلوم نیست به چه دلیلی. کاترین جکسون میاد از AEG لایو که همون تهیه کننده کارهای مایکل جکسون بوده، به خاطر اینکه مایکل مرده شکایت میکنه و میگن اون حجم کاری که اینا ریخته بودن سر مایکل جکسون باعث شده بوده که این اتفاقا براش بیفته، انقدر توی افسردگی باشه و کلا مایکل حرفایی میزده قبل از مرگش که خوراکتونه دیگه، از این حرفای اینا میخوان منو بکشن و اینا کارهای شیطانی میکنن و من شیطان ها رو میبینم و کلا یه سری چیزای شیزوفرنی و اینا هم بهش نسبت میدن. ولی خب من چیزی پیدا نکردم که دقیقاً بگه واقعاً این مشکلا رو داشته. و اون شکایتی هم که کاترین جکسون کرد به هیچ جا نرسید. فقط دکتر موری توی 3 ایالت اون مدرک پزشکیش تعلیق شد. اما مراسم تشییع جنازه مایکل جکسون میتونم بگم یکی از بزرگترین مراسم‌های تشییع جنازه کل دنیا بوده که قبل از اینکه حالا کلا خود مراسمو بگیرن توی تلویزیون پخش میشه که این اتفاق، یعنی اون یادبودی که برای مایکل جکسون گرفته بودن، یکی از پربیننده ترین برنامه‌های تاریخ تلویزیون بوده.
مراسم یادبود توی پارک فورست لند برگزار میشه و 17500 نفر توی یه قرعه کشی آنلاینی که حدود 1.2 میلیون نفر تو شرکت کرده بودن برنده بلیت میشن و میتونن بیان به مراسم رو ببینن. خود اون مراسم کلی آدمای معروف داشته که میان آهنگای مایکل رو اجرا میکنن. حالا لینکشو براتون توی دیسکریپشن میذارم اگه دوست داشتید ببینید، جالبه به نظرم. و هر کدوم از برادرای مایکل جکسون هم به خاطرش یه دستکش سفید دستشون کردن. دختر مایکل جکسون یعنی پاریس جکسون که اون موقع 11 سالش بوده توی جمعیت سخنرانی میکنه، گریه میکنه و دیگه نمیتونه حرفشو ادامه بده. خود مایکل جکسون هم توی تابوتی بوده که برنزی بوده و ارزشش $25,000 اون موقع بوده. کل مراسم تشییع جنازه مایکل جکسون حدود $1 میلیون هزینه برداشته که بیشتر از نصف اون هزینه سرداب خواننده شده که به خاطر همین تئوریای توطئه‌ای که ممکنه هنوز مایکل جکسون زنده باشه، اون سردابه هنوزم نیروی امنیتی داره و کسی نمیتونه داخلش بشه. اون آرامگاهی که براش ساختن هنوزم کسی نمیتونه واردش بشه. حالا بجز شرایط به خصوصی که حالا خود خانواده‌اش برن یا یه مراسمی باشه، در حالت عادی آدما نمیتونن واردش بشن. در حال اینکه مایکل جکسون یا تنتاسیون مرگ خودشون رو فیک کردن یا نکردن، در مورد خیلی از آدمای بزرگ توی تاریخ هست. مثلا هیتلر هم میگن مرگ خودش رو جعل کرده، ولی خب نمیدونیم حقیقتا. بعیدم هست که اینطوری باشه، چون یه چیزی که توی این ویدیوهایی که دارن میگن که مایکل جکسون زنده است، مدارکی که نشونشون نمیدن مدارک مرگشه. خب مثلا این عکسیه که از مایکل جکسون گرفتن و مال زمانیه که کالبد شکافی کردن و بعد مال زمان قبل از کالبد شکافیه و فکر میکنم این عکسو توی هیچ کدوم از ویدیوهایی که اعلام کردن مایکل جکسون زنده است دیده باشی. در کل زنده یا مرده، به نظرم این که مایکل جکسون هنوزم یکی از مباحث خیلی پربازدید توی همه جای دنیاست، باعث میشه که هنوز زنده باشه در قلب ما. پس مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، یه ویدیو آخر این ویدیو بهتون ساجست میشه، اونو حتما ببینید. لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.